برای حمایت از من لطفاً اول ویدیو رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب را بزنید تا عضو کانال شوید و گزینه زنگوله را روی آل قرار بدید تا از همه ویدیوهای بعدی من با خبر شوید. سلام خدمت شما دوستان عزیز. دوستان عزیز، طبق درخواست های شما قرار است در این ویدیو برای شما آموزش بدیم که چگونه ما اکانت فیسبوک خود را، چه پروفایل باشد چه صفحه باشد، به صورت موقت غیر فعال کنیم و یا هم به صورت دائم حذف کنیم. خب در اینجا صفحه فیسبوک خود را باز میکنیم. این اپلیکیشن فیسبوک ماست. ما در مرحله اول روی صفحه فیسبوک نشان میدم شما و بعدش در پروفایل. خب اینجا تنظیمات فیسبوک را باز میکنیم. در روی صفحه فیسبوک از اینجا قسمت پیج سیتینگ کلیک کرده و اسکرول میکنیم به سمت پایین، قسمت اکسس اند کنترل رو پیدا میکنیم. اکسس اند کنترل رو پیدا کرده رویش کلیک میکنیم. وقتی باز شد ما اینجا گزینه داریم دی اکتیویشن اور دیلیشن، روی کلیک میکنیم. دو گزینه داریم اینجا، یکی دی اکتیو پیج یکی دیلیت پیج. ما روی یکی از اینا کلیک کرده و مرحله را ادامه میدیم. مثلا ما دیلیت پیج میزنم و از اینجا از ما سوال میپرسه، ما باید به سوالهاش دقیق جواب بدیم. مثلا به چی دلیل ما میخواهیم فیسبوک خود را حذف کنیم و همه قسم چند تا سوال دیگه میپرسه که شما باید جواب بدید و در آخر فیسبوک شما حذف میشه. خب حالا من روی پروفایل امتحان میکنیم. پروفایل فیسبوک خود را باز کردم، از قسمت بالا گزینه سه خط را میزنم و تنظیمات پروفایل خود را باز میکنیم. این بار از اینجا پرسونال دیتیلز را پیدا کرده در اول است، کلیک میکنیم رویش. اینجا پرسونال دیتیلز را باز میکنیم. خب در قسمت اکانت اونرشیپ اند کنترل است، روی کلیک میکنیم. خب ببینید در اینجا باز هم گزینه دی اکتیویشن اور دیلیشن مثل قبل برای ما ظاهر میشه. دو اکانت دارم، یکی اکانت اینستاگرام است، اکانت فیسبوک است. اکانت فیسبوک باز میکنیم، قسمت اول دی اکتیو اکانت و قسمت دوم دیلیت اکانت داریم. روی دیلیت اکانت کلیک میکنم و کنتینیو رو میزنم. مرحله ادامه میدم. در اینجا برای ما یادآوری میکنم، میگه اگر تو پروفایل فیسبوک را حذف کنی اینی صفحه ها هم حذف میشه. ما کنتینیو رو میزنم و ادامه میدم و از اینجا یک دلیل انتخاب میکنم که ما فیسبوک خود را میخوایم حذف کنم. مثلا من میگم اکانتم هک شده یا دیگه بیشتر از این نمیخوایم فیسبوک استفاده کنم یا که وقتم زیاد بالای فیسبوک ضایع میشه. از همین خاطر یک دلیل انتخاب کرده، روی کنتینیو میزنم و چند سوال دیگه باز میپرسه که شما باید به سوالات جواب درست را بدید و در این صورت شما میتونید موفقانه اکانت فیسبوک خود را غیر فعال کنید و یا هم حذف کنید. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز. خدا کنه که مورد پسند شما از آن قرار گرفته باشه و به درد شما از آن خورده باشه. اگر باز هم خواستید از این ویدیوها بیننده باشید و مشکلاتی داشتید، سوالات، پیشنهاد داشتید، حتما در قسمت کامنت ها با من به اشتراک بگذارید. ما تا حد توان برای شما همکاری میکنم. و در آخر هم از شما دوستان عزیز میخوایم در این زمینه با من همکار باشید و برای حمایت از من لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بگذارید و با دوستان خود که فکر میکنید این قسم ویدیوها را دوست داره و به دردشون میخوره اشتراک گذاری کنید. تا یک ویدیو دیگر، خدا نگهدار، دوستان دارم.